زنانی را که احمد یار آنها در این دنیا و در روز یقین است. زنان پاکا با تقوای عالم گواه طهرشان نور مبین است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. خواهرم، شرم و حیای تو کجا شد؟ حالا هم گمان میکنی که خوشبختی و آزادی زن در بی‌حجابی است که چطور بخواهد و با کدام مردی که بخواهد رابطه داشته باشد؟ حالا هم گمان میکنی که خوشبختی زن در آن است که با لباسهای تنگ و نیم برهنه در کوچه و بازارها سیر و گشت کند و مورد توجه مردان بیگانه باشد، یا به واسطه وایبر و واتساپ خود را برای مردان چشمچران بوالهوس نشان دهد؟ نتیجه این بی‌حجابی و بی‌حیایی را نمی‌بینی که چقدر زنها به فاحشگی دست زدند و چقدر عائله ها از هم پاش خورده اند و چقدر بیماری های سرایت کننده به مثل ویچ سپید در بین جوانان ما پهن شده است؟ نتیجه این همه مصیبت ها همین بی‌حیایی است که اگر انسان شرم و حیا داشته باشد هرگز به این گونه کارها دست نمیزند. خواهرم، چرا به آن نفران پیروی میکنی که آنها کیها عزت و آبروی خود و خانواده اشان را از دست داده اند؟ چرا به آن نفران پیروی نمیکنی که در تاریخ بشریت در شرم و حیا و عفت و پاکدامنی تا روز قیامت عبرت دیگران شده اند؟ خواهر عزیزم، بشنو از من قصه عبرتناک از شرم و حیای ملکه عفت، مادر مؤمنان، زوجه پاک و محبوبه رسول الله سیده عایشه رضی الله عنها. وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کردند، در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حجره مادرم عایشه رضی الله عنها دفن شدند. مادرم عایشه رضی الله عنها وقتی به زیارت قبر شوهر و پدرش که داخل حجرهش بودند می درآمد، حجاب نمی کرد. پس وقتی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شدند و در کنار دو یار خود در همین حجره مادرم عایشه رضی الله عنها دفن شدند، کاملا خود را با لباسهایش می پیچاند و حجاب می کرد. بعد از آن به حجره برای زیارت قبر شوهر و پدرش می در آمدند. وقتی از او پرسیدند که چرا قبلا وقتی برای زیارت قبر پدر و شوهرتان داخل حجره می شدید حجاب نمی کردید و حالا حجاب می کنید، شما که در داخل حجره خودتان قرار دارید؟ در جواب فرمودند وقتی به حجره هم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آن بود، یعنی قبرش در آن بود، چادرم را می گذاشتم، می گفتم اینها پدر و شوهرم هستند. پس وقتی که عمر همراه آنها دفن شد، قسم به خدا که نمی در آمدم مگر این که چادرم را به خود می پیچاندم و حجاب می کردم از جهت شرم و حیا از عمر که او برای من مردی بیگانه است. سبحان الله. این روایت در مجمع الزوائد با سند صحیح روایت شده است. خواهر عزیزم، تو بینگر که این ملکه عفت از حضرت عمر رضی الله عنه که برای حضرت عایشه رضی الله عنها یک مردی بیگانه بود و باز در درون قبر بود، شرم می داشت و حیا می کرد و به حجاب داخل حجره اش که در آن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بودند نمی در آمدند. پس شما چگونه در بازار و کوچه ها در پیش چشم هزاران مرد بیگانه با لباس های تنگ و نیم برهنه سیر و تفریح می کنید؟ شرم و حیای شما کجا شد؟
خواهر عزیزم، به خاطر این دنیای دو روزه آخرت جاودان را از دست نده. کاری نکن که از آن کار تو خداوند ناراض باشد. به خودت سوال ده که آیا این بی‌حجابی را خداوند فرموده است؟ آیا از این بی‌حجابی من خداوند راضی هست؟ به خود بیا خواهرم، کاری کن که خدا و آفریدگار تو از تو راضی شود. این بی‌حجابی شما سبب می شود که نسل بعدی بی‌حجاب باشند و آنها شما را دیده آهسته آهسته فرض بودن حجاب را انکار می کنند و قبول نمی کنند که به سبب آن از دایره اسلام خارج می شوند. و فراموش نکنید که سببگار آن شما می شوید و گناه بزرگی را مرتکب می شوید. شما این را فراموش نکنید که بهترین زینت و زیبایی زن شرم و حیا و حجاب اوست. خواهران عزیز، شما این را فراموش نکنید که بهترین زینت و زیبایی زن شرم و حیا و حجاب اوست. خداوند همه ما را هدایت فرماید و تمام زنان مسلمان را شرم و حیا و عفت و پاکدامنیشان را زیاده بگرداند و خوشبختی و سربلندی دنیا و آخرت را نصیبشان گرداند. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى. جوان بس کن که دنیا جای ما نیست، متاع و گوهر عمرت جوانیست. برای بخشش و عفو گناهان پشیمانی و اشک دیده کافیست. پشیمانی و اشک دیده کافیست. به محشر چون شود اسرار ما فاش ندارد سود.